تاریخ مدینه الاسلام. تاریخ مدینه الاسلام سندش هم صحیح می باشد. سخنان احمد ابن حنبل صفحه چندم است؟ صفحه 569. صفحه 569 در جلد 15 برگ 569 از خطیب بغدادی، تاریخ مدینه الاسلام. ببینید در مورد ابو حنیفه چی گفته در قسمت بالا. حدثنا عبدالله ابن احمد ابن حنبل قال حدثنا فلان بهمان، به ترجمه فارسیش. ابو حنیفه، کلام ابو حنیفه و پشکل شتر نزد من یکسان است. چی کس گفته؟ احمد ابن حنبل تکفیری امام بود. امام های اربعه، مذاهب اربعه، یک امام ای است، یک امام هم پشکل شتر ابو حنیفه. یک منبع. کدام کتاب بود دوستان عزیز؟ کتاب تاریخ مدینه الاسلام جلد 15 برگ 569. مؤلف کتاب خطیب بغدادی است. یک منبع. منبع دوم، ابو حنیفه از نظر امام شافعی، امام بعدی از همین مذاهب چهارگانه اهل سنت، در صفحه چندم کتاب حلیت الاولیا و طبقات الاصفیا جلد 9 صفحه 103، مؤلف حافظ ابن نعیم هست. از زبان چی کسی آورده؟ از زبان امام شافعی، امان محمد ابن ادریس شافعی. چی گفته؟ در مورد چی؟ کتاب ابو حنیفه را نگاه کردم. این سخن امام شافعی است. کتاب امام ابو حنیفه را نگاه کردم و 120 یا 130 ورق داشت. 80 ورق آن درباره وضو و نماز بود و اینها یا مخالف کتاب خدا بود، یا مخالف سنت رسول الله اکرم، یا اختلاف اقوال یا تناقضات، یا خلاف قیاس، یا اختلاف اقوال یا تناقض، یا خلاف قیاس. کافر دانستش. خلاف الله ابو حنیفه سخن میگفته. دو تا منبع. منبع بعدی، ابو حنیفه از نظر امام مالک، امام سومی، سه تا امام اربعه. ای بابا، سه تا امام اربعه دوستان عزیز. چهارمیش هم امام ابو حنیفه است. همین گوسفندایی که را تکفیر کردن یکیش دو تا پیرو نداره، همه پیرو از ابو حنیفه است که تکفیر شده. ابو حنیفه از نظر امام مالک ابن انس، مشهور به امام مالک، تاریخ مدینه الاسلام جلد 12 صفحه چندم 551 از خطیب بغدادی. چی گفته این آقا در موردش؟ مالک ابن انس از امام های اینها به من گفت آیا در شهر شما نام ابو حنیفه برده می شود؟ گفتم بله. گفت شهری که نام ابو حنیفه در آن برده می شود شایسته سکونت نیست. ببینید، حتی در شهری که ابو حنیفه باشه دیگه اونجا اجازه نداری شما زندگی کنید. این هم از بدبختی های دینشان. این دینشان هست.